آزمون شهری میس دوشنبه 2026 با مقصد ترغیب و تشویق لباس ملی، احیای ارزش‌های فرهنگی و معرفی سیمای شایسته دختر تاجیک راه اندازی شده است. اشتراکداران در چند بخش مهارت و ملکه خود را نشان داده برای دریافت تاج و جایزه 150,000 سامانی رقابت خواهند کرد. با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و در اساس قرار دخلداری رئیس شهر دوشنبه و افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پایتخت، آزمون شهری میس دوشنبه 2026 تشکیل شده است. هدف اصلی این چاره‌بینی حفظ ارزش‌های دولتداری، ترغیب و تشویق لباس ملی، رشد ساحه مد و طراحی، بالا برداشتن ذوق زیبایی پرستی و دریافت و دستگیری چهره‌های نوی صاحب استعداد میباشد. در آزمون میس دوشنبه 2026 دختران حجت‌های ضروری را پیشنهاد کرده با هیئت حکمان صحبت و سوال و جواب نمودند. اعضای حکمان پیش از همه به سطح دانش، طرز معرفی، فرهنگ سخن و قابلیت آزادی برآمد دقت می‌دادند. آزمون میس دوشنبه را در شبکه‌های اجتماعی و اینچنین در تلویزیون دوشنبه دیدم. خواستم که در این آزمون اشتراک کنم و مقصد من برای اشتراک در این آزمون این نشان دادن مقام زن در جامعه و اینچنین نمایش لباس‌های تاجیکانه میباشد. همزمان قد و بست، راهروی و آداب معاشرت داوطلبان نیز موردی بهاگذاری قرار میگیرد. گرچند این دوره با شکوه ادانه نیست و بدون حضور تماشابینان جریان دارد، ولی محض همین مرحله برای انتخاب اشتراکچیان ارزنده زمینه میگذارد. با تاکید مسئولان تنها آن نفران به دور نوبتی راه مییابند که هم از لحاظ ظاهری و هم از معنوی و ذهنی به طلبات آزمون جوابگو باشند. مرحله انتخابی امروز انجام یافته پس از جنبسته نتیجه ها نامگوی اشتراکچیان دوری اساسی معین می‌گردند. تشکیل و برگزاری چنین آزمون در پایتخت بازگوی توجه رهبریت شهر به رشد فرهنگ، دستگیری جوانان و معرفی سیمای معاصر زن تاجیک میباشد. انتظار می‌رود که میس دوشنبه 2026 به یک رویداد مهم فرهنگی سال جاری تبدیل یافته صحنه نوی کشف استعدادها و ترغیب ارزش‌های ملی گردد.